آقا ما اولش فکر میکردیم مشکل ما اینه که زندگی در جریانه، ولی کسی ما رو در جریان نمیذاره. بزرگتر که شدم فکر کردم بحران هویت دارم. الان میبینم که بابا من گلایه دارم، گلایه، نه از دشمن، از دور. آخه بابا به کی باید بگیم؟ من با همین دوتا گوشه دراز خودم شنیدم که بعضیا به این بسیجی های زبون نفهم میگن اولاغ. آخه لا مروتا، اولاغ اسم مستعار منه، به قول خارجی ها نیکنیم ماست. اسم شناسنامه ایمون خره، ولی تو خونه اولاغ صدا میکنن. حالا آخه درسته به بسیجی هم بگن اولاغ؟ آخه انصافتون شکر. ما تو خودمون به یکی که دیگه خیلی پیاده و زبون نفهم باشه میگیم بسیجی. برای حرف خودم استدلال و مدرکم دارم ها. برای خدا یه نگاه لطفا بندازین به این استغفرالله. شنوندگان و بینندگان عزیز، سلام عرض می کنم. من از ایران پایتخت تهران تماس می گیرم و می خواهم برایتان سوالهایی که پیش آمده است و در رسانه‌های بیگانه باعث تشویش اذهان عمومی و اقدام علیه امنیت کشور جمهوری اسلامی ایران می کنند برایتان بیان کنم. چرا باید در کشور جمهوری اسلامی ایران دانشگاه‌ها تفکیک جنسیتی قرار بگیرند؟ علت آن را بیان می‌نمایم. بینندگان و شنوندگان عزیز و ای دانش آموزان و ای دانشگاهیان عزیزان من، اگر خوب نگاه کنید می‌بینید کشوری که در آن جمهوری اسلامی میباشد و نامش جمهوری اسلامی است باید تمام جواهر و اعضای آن اسلامی باشد. ما باید اول پایگاه ها را از مدارس شروع کنیم و سپس به دانشگاه ها انجام بگیرد.